الحمد لله وحده نصر عبده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، انشاءالله خواستیم که کمی صحبت در اطراف اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده باشیم و امروز انشاءالله مقدمه سخنی خود از اخلاص شروع میکنیم، زیرا که هر چیزی که ما شنیدیم حتما بر اون عمل باید کرد، نه تنها این باشد که ما بشنویم و در ما عمل نباشد. دیگر اینکه وقتا از حیات اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم ما برخوردار شویم، چقدر الله مهربان برای ما فضیلت های را میفرستد، چقدر ما علم های را از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌آموزیم، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدى اهتدى. صحابه های من، گفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم، مانند ستاره های آسمان هستند، با هر یکی که از اونها اگر اقتدا کردی، پیروی کردی، ان شاء الله که هدایت میابی. همین ستاره هایی که روشنی میدهند، همین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم اینچنین روشنی هستند برای امت اسلام، زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم فضیلت اصحاب خود فرمود که بهترین قرن، بهترین زمان وقت من است. گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی اونایی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. بعد از اون گفتن تابعین و بعد از اون تبع تابعین. 3 عصر اول پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین عصرها نام بردن، اینکه بعد از پیامبران بهترین نفرها در روی زمین این اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، خداوند از همشان رضا باشد. پیش از این که از حیات صحابه صحبت کرده باشیم، خواست ما این بود که یک چند در باب اخلاص عملهای خود، یعنی با دلی پاکیزه به سوی خداوند ما باید دعا کنیم و هر عملی که میخواهیم بکنیم اینم به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی باشد. تنها و تنها رضای الله مهربان جل جلاله. هر عمل کرده که ما داریم باید که رضای خداوند در آن طلب کنیم و از الله مهربان دعا میکنیم که خداوند این عملهای ما را به درگاهش قبول کنه و همین گفته های ما را با درگاهش قبول بفرما و خالص به خاطر خودش بگرداند. زیرا این که دوستان عزیز، علما گفتن هر سخنی که از دل برآمد در دلها میرسد، هر سخنی که از اخلاص پاک باشد، به خاطر الله مهربان جل جلاله باشد، حتما به دلها میرسد. و هر سخنی که از زبان برآمد، یعنی از دل انسان که نبرآمد، از زبان که برآمد، حتما و از گوش ها دور نمی شود، یعنی از یک گوش داخل و از دیگر گوش خارج می شود، دیگر مردم فراموش میکنن. حتما باید که اخلاص در دل ما باشد. این که الله مهربان جل جلاله می فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما شما را امر نکردیم در تمام امرهای دین مگر اینکه با اخلاص باشید، یعنی امری که اخلاص در اون نباشد اون نزد الله سبحانه و تعالی قبول نخواهد شد. حتما باید که هر عملی که ما برای الله میکنیم در او اخلاص باشد، در او از صمیم دل باشد که رضای الله سبحانه و تعالی را بجوییم. و دلهای من و شما باید، برادر عزیز، باید که پاک باشد. دلها را باید همه وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم، خاصتا بعد از نمازهای پنجگانه، دعاشان همین بود که اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خداوندا این دلهای ما را ثابت در دینت بدار، پاکیزه باشد، ثابت در دینت بدار که از دین دور نگردان دلهای ما را. و اینی که در دیگر حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که بدرستی آن که در جسد شما، در بدن شما یک گوشپاره هست، اگر همون گوشپاره پاکیزه باشد،
تازه باشد، حتما که تمام بدن شما، تمام جسد شما پاکیزه است. اگر خدای نکرده همون گوشتپاره که اگر فاسد باشد، همون گوشتپاره که اگر تازه نباشد، تمام بدن شما هم تازه نیست، گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. و گفتن که انا همون گوشتپاره قلب است، دل است. به همون خاطر است که دوستای عزیز حتما باید دلهای خود پاک بسازیم و عمل کرد خود به خاطر الله کرده باشیم. حتی ببینید در فضیلت همین ذکر لا اله الا الله محمد رسول الله، بعد از علما گفتن که کلماتی که استفاده برده شده در همین لا اله الا الله، این کلمه های جوفی هستند، یعنی همه از داخل خارج می آیند. وقتی که ما این مخرج، یعنی این کلمه را بر زبان می رانیم لا اله الا الله، فقط زبان ما استفاده برده می شود، لب استفاده برده نمی شود، یعنی کلمه های از داخلی است، از داخل است، یعنی کلمه های جوفی می گویند. از این چی مراد است؟ بعضی علما گفتن مراد از این است که باید همین لا اله الا الله محمد رسول الله، همین لا اله الا الله که خدا را ما یک می شماریم، همین باید اخلاص باشد، یعنی از داخل باشد، از قلب من و شما باشد. نه اینکه زبانا ما الله را پرستش کنیم و به قلب دوست نداریم. باید مسلمان در جایی که انسان‌ها را نمی‌بینند نمازها داشته باشد، نمازهای تهجد. باید که مسلمان عمل‌های داشته باشد که بجز الله سبحانه و تعالی او را ندانند. یعنی اخلاص انسان تا جایی باشد که الله مهربان را از صمیم دل دوست بدارد. به همون خاطر دوستان عزیز حتما باید ما از اخلاص کار ببریم. و ببین الله مهربان در سوره می‌فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت الله مهربان بیان میکنه، میگه در اون روز نه مالهای شما نه فرزندهای شما برای شما منفعت نمی آرند، یگان یاردمی هم کرده نمی توانند، مگر اینکه الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر یک عملی که روز قیامت شما را نجات میدهد از عذاب خداوند و نزد الله شما قدر و قیمت پیدا میکنید، این است که با دل تازه، با دلی که سلیم باشد نزد خداوند رفته باشیم. به همون خاطر دوستان عزیز هر عمل کردی که ما میخواهیم بکنیم حتما باید که از دل ما باشد، از داخل باشد و تنها به خاطر الله مهربان باشد، نه به خاطر دنیا و نه به خاطر یگان نفری. همه چیز دنیا و همه نفرها میگذرند، تنها میماند همان عمل کردی ما، همان عبادت هایی که از صمیم دل به سوی الله سبحانه و تعالی کردیم. دیگر این که به خاطر که از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم ما خواستیم شروع کنیم، یعنی از حیات اونها، تا اینکه درسی برای امت شود. امروز متاسفانه امت اسلام از تمام همان فیلم بردارها خبر دارن، از نامهای آنها خبر دارن، اما از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم خبری نیست که تا ما از حیات آنها استفاده برده باشیم، تا اینکه ما بدانیم کی بودن اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و تا چه درجه خدمتی در اسلام و برای مسلمین کردن. حتی ببینید که دوستان یکی از علما، یکی از عارفین در حلقه درس نشسته بود با همراه شاگردهاش و ذکر این کرد که اذا ذکرت الصالحین نزلت الرحمه. گفت این عالم به طرف شاگردهای خود که اگر رفت ما کدام از انسانهای صالح، چه از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد، چه از تابعین، چه از علما، در حلقه که ذکر اونها شود در اونجا رحمت میبارد. در هر کجایی که ذکر دوستای خداوند شود اونجا رحمت میبارد. یعنی وقتی ذکر دوستان میکنن، ذکر اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم میکنن، برای ما درسی است. و یکی از شاگردهاش سوال کرد، گفت استاد وقتا که ما علما را، نفرهایی که صالحن ذکر کردیم که الله رحمت فرستاد، ما بالنا اذا نذکر الله،
چی می شود، چی ثوابی دارد، چی فضیلتی دارد که ما اگر الله مهربان را ما ذکر کنیم. استادش فرمود که شاگرد عزیزم، اگر ما الله مهربان را ذکر کنیم، الله مهربان آرامش بر بالای ما میفرستد. آیا گفت آیه‌ای که الله مهربان فرستاده در قرآن خبر نداری که خداوند میفرماید استعیذ بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله مهربان میفرماید که الذين آمنوا، آنانی که ایمان آوردند و آرامیش پیدا کردند به چی؟ به ذکر خداوند. اینجا بعضی از علما، بعضی از مفسرین گفتن چقدر یعنی خرسندی آور است، چقدر خوشبختی است برای مؤمن ها که الله مهربان من و شما را از جمله مؤمن ها قرار داد و گفت که الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردند. الله جل جلاله خود من و شما را از طایفه ایماندارها نام میبرد. و آنهایی که ایمان آوردن بعد از ایمان آوردن دلهای خود آرامش دادن به چی؟ به ذکر خداوند. یعنی ذکری که از دل باشد، ذکری که خالص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد. و در دوام گفتند که الا بذکر الله تطمئن القلوب، آیا به ذکر خداوند دلها آرامش نمییابند؟ یعنی حتما که الله مهربان فرمود که به ذکر خداوند دلها آرامش مییابد. به همین خاطر دوستای عزیز، امروز در زیادی از مکانها، زیادی از جایهایی که ما میشنویم از ثواب نماز، از ثواب زکات و از یعنی کسایی که نماز نمیخوانند چه گناه دارد، از حرام بودن زنا، از زیاد چیزها میشنویم، اما کم جایی که در باب فضیلت ذکر برای ما گفته باشند. ببینید که ذکر یک عملی بی نهایت آسان است که مانند نماز حتی طهارت طلب نمی کند، حتی جای هم طلب نمی کند، هر کجایی که باشیم، حتی که نشستن طلب نمی کند، حتی انسانی که می تواند خواب باشد. اما چقدر فضیلت بزرگی دارد ذکر خداوند که امروزها در بین مسلمان ها بی نهایت کم دیده می شود. این ذکر هم زیاد از آیت هایی که الله مهربان در فضیلت ذکر فرموده، در فضیلت ذکر کوتاهاً بعضی از آیات ها را میاریم برای دلیل باشد برای من و شما. یکی از آیات ها هم آمده که در زمان آیات هم انشاءالله بیان میکنیم، در زمان یکی از علما و یکی از دوستای خداوند حسن البصری که در عراق بودن، در حلقه نشسته بودن، یک نفر آمد گفت ای استاد بزرگ، من گفت باران نآمده، باران نمی بارد، چند وقتایی شد، چیکار کنم که الله مهربان باران بفرستد تا اینکه یک زراعتی بر ما شود؟ امام حسن بصری گفتن که شما گفتن استغفر الله را زیاد کنید، انشاءالله الله مهربان باران بفرستد. دوم نفر آمدن گفتن که ای امام متقین، گفتن امام حسن البصری، من گفت فرزند ندارم، گفت چیکار کنم که الله مهربان برای من فرزند بده؟ گفت اینکه اگر شما فرزند میخواهید استغفر الله را زیاد کنید، الله مهربان برای شما فرزند عطا میکند. سوم نفر آمد گفت که ای امام، گفت من انسان مثلا کم بغل هستم، فقیر هستم، چی کنم که خداوند مرا مثلا غنی بگرداند، دارنده بگرداند؟ اینم فرمودن که شما استغفر الله را زیاد کنید. یک نفر اونجا نشسته بودن گفتن ای امام المتقین، ای حسن البصری، هر نفری که آمد سوال کرد شما به همین جواب استغفر الله دادید که استغفر الله را زیاد کنید، این چی سبب دارد؟ گفت که آیا شما گفته خداوند نشنیدید که الله مهربان میفرماید فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. صدق الله العظیم. اینجا الله مهربان میفرماید فقلت استغفروا، شما استغفار کنید
الله مهربان غفار است. یکی از فضیلتی که شما وقتی استغفار میکنید الله مهربان شما را گناههای شما را میبخشد. دوم که الله مهربان باران میفرستد برای شما، برکت در زندگی و حیات شما میفرستد. سوم که برای شما الله مهربان نفرهایی که فرزند ندارند صاحب فرزند میگرداند. چهارم این که اونایی که مال ندارند الله مهربان رزق فراخ، رزق زیاد برای آنها نصیب میگرداند. به همون خاطر از دوستای عزیز ما ذکر خداوند فراموش نکنیم. یعنی هر کاری که در ما هست، هر کاری که خواهیم کرد، یعنی باید به خاطر الله مهربان جل جلاله باشد. انشاءالله حتی که سخنهای ما دراز نشوند، پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که خیر الکلام ما قل و دل، بهترین کلام همان است که کم باشد و دلالت کننده باشد. انشاءالله دوستای عزیز در درس‌های آینده به خواست خداوند مهربان از حیات یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم، انشاءالله ما از حیات صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم انس ابن مالک خواهیم سخن کرد، خواهیم از حیات اونها انشاءالله صحبت آماده کرد تا اینکه همه من و شما از این استفاده بریم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.